میلیارد تومان برای داشتن این شیشه های ویسکی اگر دوست داشته باشید باید بذارید کنار. 1 میلیارد 800 میلیون تومان. حالا اینجا که هستیم ایستینی پارک هست توی استانبول و شیشه های مشروب خاص رو همینجوری که می‌بینید توی این ویترین گذاشته. بعضیاشون به 30 سال هم میرسن و فکر کنم که انقدر گرون هست 30 سال کسی نتونسته اینو بخره. این شیشه های تکیلا چند میخوره باشه؟ 40 میلیون تومان هر کدومش. تازه اینم نمونه‌های مختلف دیگه‌اش هست. سیگار برگ اینجا از تقریبا 2 میلیون تومان شروع میشه تا حدود 4.5 میلیون تومان و حتی مدل های دیگه هم هست. اینو فکر کنم تا 3 سال طول بکشه خوردنش. ودکای 3 لیتری هست 11,000 لیتر تقریبا 22 میلیون تومان پول این ابر مشروبه. و این لیتر هم دوست دارم بهتون نشون بدم. ببین چقدر خوشگله. اینم میز مطالعه زکریای رازی بوده. این شیشه شامپاین 100 میلیون تومان پولش هست. 100 میلیون تومان 52,500 لیتر. نشون به این نشون. اون شیشه 1 میلیاردی اگر بخواید هدیه بدید این جعبش هست. جعبش رو دوست دارید از نزدیک ببینید. ببین فقط چجوری باز میشه. و اینکه از بالا میتونیم نشون بدیم. اینو هم داره حتی. یه چیز خیلی خاص شما هدیه میدید. اینا هم شیشه های ژاپنی هستن که حتی اینجا میفروشه تا 12 سال هم داره، 8 سال هم داره. قیمتاش هم که پایینش نوشته گرونترینش دیگه 12,000 لیره هست تو این ردیف. و به عنوان تیر آخر این دو تا شیشه شرابی که دارید می‌بینید 1 میلیارد تومان پولش هست. روزتون بخیر باشه.